امام در عالم صنعت تاجیک امروز رمز استعداد، رمز هنر والا، رمز صداقت، سرسپردگی و کار ایجاد است. رمز شادی و فرح، رمز شوخی، رمز احترام و صمیمیت است. خودی محیط خانوادگی برای علاءالدین همین خیلی امکان را داده است که او لطیف باشد، او ظریف باشد. وقتی که صحبت از پدر و خویشای خورده علاءالدین میرفت، اونها باید احترام زیاد سخن میکردن درباره پاکیزگی و انسانیگری، مثلا اولادشون سخنان بسیار جالب و ارزنده میگفتن. با جعفرجان عبداللهیف هنوز من در کلاب کاتبی کمیته شهری کنسوال بودم، اون کس در قرغنتپه. فرقی اون کس نسبت با ماها در اون بود که اون کس بسیار آدمی دانا و بسیار تحمل پذیر بودن، گپی بسیار رو دوست نمی داشتن. پدرشان بسیار آدمی عجیب بودند. هنگام قهرشان هم آمدن لبش تبسم میکرد. اکای جعفر عبداللهیف شخصی سرطلب، شخصی مهربان، شخصی تربیه‌گر. خانواده خیلی با سواد داشتن، عالی تربیت نمودن. علاءالدین 3 ساله بود. کن باغچه به که بچه ها نه میبینیم، اول به پشت مادرشان بجا میشن. همین خیلی بجا شده ایستادن و مادر همین خیلی قپیدن در دامنشان. من خانه بر من نمیروم. بعد من گرفتم و همین خیلی قچاق کردم اینایه که یک بوسش کرده. علاءالدین جان تو این خیلی نترس، این باغچه ما اینجا بازی میکنیم، سیر و گشت میگردیم. گفته همین خیلی این کسا کمتر دلشون یافتن. در بیرون اگر ما سیر و گشت برایم، این علاءالدین ما به همین میشتن مربی نانشگاه میشتن، یاردمچی مربی ها در همونجا البته یک نغمه میکرد که همه میخندد. بعد میگفتن که علاءالدین تو همین سیرک بمیروی. طلبه بهترین مکتب بایسو میرفت. او باز دانش خوب داشت. معلمای اونها اگر که یگون سببی اگر که به کار ناید، علاءالدین از عهده اداره کردن همون صنف هم میبرند. هم صنفی یک تا دختر کلانی ما بودم، یک جای میخوندم. همان گاگو میگفت که در هم صنف من هم خیلی علاءالدین است و مامان میخوندم، میخوندم بسیار میکنم. من فکر میکنم که از همون خردسالی به دل تماشابین راه یافته بودن. در صحنه هنر پیدا شدن علاءالدین عبداللهیف تصادفی نبود. این چیز در آن وقتی معین شد که امتحان قبول بود. بعد برآمد علاءالدین ما حس کردیم که این جوان برای آموزش کسب آمده است. در نمایشنامه شب گرفتن ماه صادق‌ال بود. هیچ فراموش نمیکنم. همین وقتی که صحنه برآمد من خندم آمد. ولی هیچی گپ زدگی نه، ولی هیچی معلوم نه. وقتی که سخن کرد و بچه خیلی قدم زده وای کرد، همون صادق‌ال حقیقی، همون بچه دشتی ساده بسیار پهلوانی پاکیزه عجایبه، هم خیلی دیدم و قاق شدم. Я знал его с первых шагов, с театра «Полуостров», когда мальчиком после института он пришел ко мне в студию. И я, и он, и Мастура, Озот, Фируза, Сами. Мы сделали первые свои театральные шаги. Мы сыграли Антигону, которая была очень знаменита. И я видел, каков Алойдин. Это был неуверенный мальчик, хотя хорошо справился с сержантом Жона, роль, которая у него была. ناصیر
و علاوالدین دو جوانمردک دو افسری بودن در این نمایش بسیار خاطر برای چی نه؟ با فلانشر از رو تسیون برای دستگیر کردن گوزیبه ماماش یک ماه کفو دادن برای چی با مونا میتیم؟ میده اگر با